انتم لها واردون، شما در اینمی جهنم خامخا داخل میشه. زمانی که پیغمبر علیه السلام این آیت خواند، مشرکین این آیت شنیدن، آمدن پیش ابن زبعه، یک دانه کلانشان بود، خیلی فامیده بود. گفت پیغمبر امروز عجیب اعلان کرده ما را، گفت امرای معبودای ما که کلی ما در جهنم هستیم. ابن زبعه را برش گفت که های 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 های، اگر ما امرای شما در مجلس امرای شما می بودیم دیگه حتما جوابی پیغمبر علیه السلام می دادم که بله، وقتی که ما وان چیزی را که ما عبادت میکنیم در جهنم هستیم، پس ما خو عیسی علیه السلام، مردم عیسی علیه السلام و عزیر علیه السلام هم عبادت کرده، از خاطر هم در گیران جهنم جور میشه. اینطور برش میگفتیم. لیکن جوابی است که مراد از و ما تعبدون کسایی که عبادت کردن، او کسایی است که خودشان دعوت به سوی چی؟ عبادت خود داده. عیسی علیه السلام و عزیر علیه السلام به امثال از این کسی را امر نکرده که برای ما عبادت کنه، بلکه مردم او را عبادت میکنه، از او خاطر و مستثناست. لو کان هؤلاء آلهة، اگری پیغمبران علیهم السلام یا این چیزایی که شما معبود گرفتی برای خود آلهة معبودای واقعی می بود، حقداری بندگی می بود، ما وردوها، یا وارد نمی شدن خودشان در جهنم، حالا که در جهنم وارد شده. و کل فیها خالدون، تمامی ازی در جهنم همیشه هستند، چرا که عقیده توحید الله را گم کرده. لهم فیها زفیر، برای تر مردم در امی جهنم زفیر فغان است. و هم فیها لا يسمعون، ای مردم و هم فیها در اینمی جهنم لا يسمعون، نمیشنو از شدت حول جهنم، از شدت تکلیف عذاب سخت آواز نمیشنوه. یک مانا. یا لا يسمعون، از دست شور و فریاد خودشان گپای کسی را نمیشنوه. از این معلوم میشه که اینجا مراد از چی؟ معبودایشان بتانشان نیست، بلکه او کسایی که قابلیت شنیدن نداشتن، او مردم ها مراد است که نعوذ بالله امروز مردم او را قبرای ساختگی معبود جور کرده با او آوازا میده. الله متعال میگه که اونجا اتوری آوازا می داشته باشه. و هم فیها لا يسمعون، یاد او جن نمیشنو از دست شور و غوغا سخنی کسی دیگری را. ان الذين سبقت لهم من الحسنى، یقینا کسی که برش پیش تیر شده برایشان از طرف ما حسنا، یعنی اعمال نیک از. ان الذين، یقینا کسانی که سبقت لهم پیش مقرر شده برایشان من از جانب ما در تقدیر الحسنا جنت. یک ترجمه، کسانی که پیش تیر شده از جانب ما برایشان الحسنا نتیجه خوب. دو ترجمه. سوم، ان الذين سبقت لهم، یقینا کسانی که پیش مقرر شده پیش تیر شده در تقدیر لهم برای از یا من از جانب ما الحسنا، نجات از عذاب جهنم که انبیاء علیهم السلام است که عبادتش به ناحق کرده شده. یار الله متعال مستثنا کرده که مردم ها دو شامل نیست. اولئک، ای مردم آنها از امی جهنم مبعدون، آن قدر دور است. لا يسمعون حسیسها، که نمیشنوه شفشف امی جهنم. و هم فی ما اشتهت انفسهم، یا در آن چیزی که میخوان نفسایشان خالدون همیشه هستند. یار الله متعال داخل جهنم نمیکنه کسایی که عبادتش به ناحق شده و این فرمان و امر نداده باشه. این که فرمان و امر نداده باشه چیسته به عبادتش یا داخل نمیشه. یعنی عیسی علیه السلام امثالش عزیر علیه السلام یا دو پیشی آیت پیش داخل نیستن، مستثنا شدن. لا يحزنهم الفزع الاکبر، غمگین نمیسازه یارا الفزع الاکبر، امو منظر هیبتناک قیامت. لا يحزنهم الفزع الاکبر، غمگین نمیسازه یارا منظر هیبتناک الاکبر، خیلی که خیلی بزرگ است. در اینجا اشاره میشه که در اونجا سورا دمیده میشه، دو سور است. یک سوری که اول بیهوش میکنه بعد از اون کل انسانان همی میرانه. دوم سور که زده میشه کل انسان حشر میشه در قیامت. و فزع اکبر بعضی مفسرین میگه که در سوری اول است، بعضی میگه در سوری دوم است. اینجا هر دوی شده میتونه، لیکن زیادتر احتمال اول است. چرا که در سوری اول آواز خیلی هیبتناک میباشه، مردمایی که زنده است بعد از او بیهوش میشه، پس از او کل وفات میشه. و تتلقاهم الملائکه، رو برو میشه امرایشان ملائک، یعنی پیشایند از یار ملائک میکنه، استقبال از یار ملائک میکنه.
در وقت برآمدن از قبرها مشایعت یا استقبال میکنه، یا بعد از مردن از دنیا اول مشایعتشان یا استقبالشان ملائک میکنه. هذا یومکم، برشان گفته میشه اینمی اون روزی است الذی کنتم توعدون، امو روزی که امرای شما وعده کرده شده بود، این امو روز است. یوم نطوی السما، روزی که ما میپیچانیم آسمان ها را کطای سجل للکتب، با مثل پیچاندن کطای سجل، با مثل پیچاندن ماموری دفتر سجل امو دوسیه خدا للکتب، برای چی؟ برای نوشتن. کدام دفتری که برای نوشته داره او را که در وقت رفتن همینطور زود زود قاط میکنه، در دست میگیره، برو بخیر که زود از دفتر برای. الله متعال آسمانا را این همی رقم تو میده در روز قیامت، یا آسمان پهنی که بر انسان معلوم میشه که شاید چی رقم شوه. زمانی که فرمان الله متعال میرسه یا آسمان مثل یک ورقی چی شقه را یا ورقی پارچه امتحانت دور میدی تو میدی، الله متعال اونمو رقم تو میده. دلیل بالای کمال قدرت الله متعال است که مخلوق عظیم آسمان الله متعال چه قسم تو میده. اینا قیاس کو، مقایسه کو که قدرت الله چطور است، قدرت الله چقدر است. کما بدأنا اول خلق نعیده، مثل که ما اول پیدا کرده بودیم، آغاز کرده بودیم اول پیدایششانه، نعیده باز یاره میگردانیم به بسیار آسانی. دور نیست، بعید نیست، قدرت الله متعال است. وعدن علینا، وعده شده ای وعده علینا بالای ما، انا کنا فاعلین، که ما خامخواه کار کرده نیستیم. هیچگاه مردم به سرنوشت، به انتقام جویی، به پاداش دهی نمیمانه، بلکه الله متعال قیامت قائم میکنه، مردم در میدان پیش میکنه، هر کس مطابق اعمال خود بری خود پاداش میگیره. ولقد كتبنا فی الزبور من بعد الذکر، این وعده ای که الله متعال از نعمتها و ثوابا را امرای بندگان الله نیکی خود کرده الله متعال، این وعده خیلی وعده محکم است. چرا؟ یا نوشته کردیم فی الزبور، در زبور که کتاب آسمانی است از داود علیه السلام است، من بعد الذکر، پس از ذکر توحید، بعد از ذکر در اونجا یک تاپرستی بیان شده، دوم گپی که در اونجا ذکر شده چی است؟ من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، که سرزمین زمین الله متعال به میراث میگیره بندگان صالحه. اینطور کسایی باشه که بازه هیچ کس نافرمان پیدا نشوه. آخری مرحله صالح شدن است. بعد از او باز فساد شروع میشه که قیامت قائم میشه. دوم ترجمه، ولقد كتبنا فی الزبور، یقینا نوشته کردیم در زبور کتاب آسمانی، کتاب داود علیه السلام، من بعد الذکر، پس از نوشته شدن در لوح محفوظ. چرا نوشته کردیم؟ که سرزمین بندگان صالح ما به میراث میگیرن. سوم ترجمه، نوشته کردیم در زبور من بعد ذکر، پس از یادآوری در تورات، ان الارض یرثها، که سرزمین به میراث میبره عبادی الصالحون، بندگان نیکم، او بنده هایی که خیلی نیک است. ان فی هذا لبلاغا، یقینا در قرآن کریم یا در این جزء قرآن کریم که اینمی صورت است، لبلاغا رسایی مطلب است، مکمل سخنانی است که در مغز انسان کار میکنه، میرسه. بلاغی را میگه که تاثیر داشته باشه، گپ در دل برسه. لقوم عابدین، برای قومی که عبادت الله را میکنه، برای از او بسیار چیسته، گپای رسا هست، گپای آموزنده هست. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نفرستادیم تو را پیغمبر علیه السلام مگر فرستادیم تو را رحمت برای کل مخلوقات. چرا؟ حصول هدایت و قبول چی؟ مضامین قرآن کریم کلش ای رحمت است برای مخلوقات الله. هدایت که مخلوق حاصل کرده به طریقی رسول الله صلی الله علیه وسلم، مطلب و مضمون قرآن کریم که فهمیده، بعد از تطبیق در زندگی عملی خود کرده، توسط کی رسیده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. از او خاطر رحمت پیغمبر به کلگی شامل است. الله سرش رحم کرده، در بعضی رحمت دعوت و توفیق ایمان برش رسیده. زمانی که توحید در اینجا پا برجا شده، بارانا شروع شده، زمین گیاه خود دیگه اعلا کرده که سبز شوه، معلوم شد که رحمت پیغمبر سری چی شد؟ کل کائنات شده. به خاطر پذیرفتن دعوت توحید، میوه ها و دانه ها و همه چیزا از برکت چی شده؟ زیاد شده.
و ما ارسلناک ما روان نکردیم تو پیغمبر علیه السلام الا رحمتا للعالمین مگر رحمت برای کل مخلوقات. آمدن رسول الله رحمت به کل مخلوقات است. برای مؤمنان به دعوت توحید پذیرفتن دین نظام آیین اسلام. برای کفار توسط جهاد کردن که توسط جهاد و مجبور میشه که ایمان بپذیره. دو، به امرای کفاری که این محارب بود، کفار اهل ذمه و جزیه میده، به توسط جزیه دیدن در امن و امان زندگی میکنه. برای منافقین هم وجود رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمت است. به محض ایمان ظاهری که به زبان گفته تمام مال اولاد و خونی خود چی کرده؟ به امن ساخته. از خاطر وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمت برای کل مخلوقات است. از خاطر از هر ناحیه گرفته میتونیم رحمت بودن وجودی کیره پیغمبر صلی الله علیه وسلم، بلکه با آمدن رسول الله طوفانا، بدبختی ها، تاریکی ها کلش چیده شد. قل بگوی پیغمبر علیه السلام انما یوحی الی، یقینا وحی کرده شده برای ما. یعنی تو مردم مختصرا بفهمان، چرا که تو رحمت هستی. یکی از جمله آثار رحمت یا صورتای رحمت بیانی رحمتی نمیسته. کدام است؟ بگو که انما یوحی الی، بر ما وحی کرده شده انما الهکم اله واحد، که یقینا معبودی شما بر حق شما ذاتی که قابلیت پرستش و بندگی را داره کیست؟ الهکم اله واحد، معبود شما یک الله متعال است. فهل انتم مسلمون، آیا شما اسلام میاری؟ یعنی چرا بعد از ارائه قدر دلایل چرا اسلام نمیاری؟ فین تولوا، اگر یا اعراض میکنه از توحید الله متعال، یک تا پرستی الله، از قبول کردن دعوت پیغمبران و نظام الهی، فقل بگوی پیغمبر علیه السلام برای اتمام حجت که دلیل سرش قائم شوه، آذنتکم، شما را خبر دادم علی سواین، شما را خبر دادم علی سواین، برابر از طرفین. اگر یا اعراض میکنه از قبول کردن نظام و دعوتی توی پیغمبر علیه السلام، آلی مردم برای اتمام حجت خبر کو، بر سری بازار اعلان کو، خبر برشان بده، خبری نهایت واضح برش بگو که من شما را خبر کردم علی سواین، بالکل برابر. یعنی ذمه‌واری ما باقی نمانده، شما را آگاه کردم که بعد از این جنگ ما شروع است در مقابل شما. و این ادری قریب ام بعید، نمیدانم که نزدیک است عذاب الله که آمده نیست، ام بعید یا دور است ما او عذابی که توعدون امرای شما وعده کرده شده. انه یعلم الجهر من القول، یقینا الله متعال میدانه الجهر من القول، سخنانی که به زور گفته میشه، و یعلم ما تکتمون، میدانه آن چیزی را که شما پنهان میکنه. کدام سخنا و مکالمه که جهرن کردی یا کدام چیزایی را که پنهان میکنی، الله میگه کلش میدانه. و این ادری لعله فتنه، نمیدانم ما شاید که همی تاخیر عذاب فتنه ذریعه امتحان باشه، لکم برای شما که سبب رحمت میشه. وقتی عذاب الله زود نمیاد شما در تکلیف و مشقت و رنج زیاد واقع میشه و این سبب رحمت الله متعال میشه. و متاع و سببی چی میشه؟ منفعت گرفتن یا فایده گرفتن. الهین تا یک وقتی چی را مشخصه، تا یک وقت الله متعال اینمی طور عذاب و تاخیر میکنه، شما رنج و تکلیف متحمل میشه که یوم سبب سعادت و کامیابی تان است. قال رب احکم بالحق، پیغمبر علیه السلام میگه پروردگار فیصله کو بالحق، با فیصله واقعی که در اونجا مراعات حق هم شوه که بلی کار حق است یا نیست. و ربنا الرحمن، پروردگار ما ذاتی مهربان است، المستعان، که از او طلب کمک میشه، حالا ما تصفون، بالای او سخنای نادرستی که شما بیان میکنی برای یک مسلمان.